My favorite festival is Christmas. My favorite festival is Christmas. My favorite festival is Christmas. festival میشه جشن. البته توی انگلیسی به جشنواره هم گفته میشه ولی اینجا میشه همون جشن. جشن مورد علاقه من کریسمسه. I love everything about it. The decorations, the music, the food. I love everything about it. The decorations, the music, the food. I love everything about it. The decorations, the music, the food. I love من دوست دارم everything همه چیز رو about it در موردش. یعنی میخواد بگه عاشق همه چیزشم. چه چیزهایی؟ The decorations تزییناتش، the music موسیقیش، the food غذاش. Especially the time spent with family and friends. Especially the time spent with family and friends. And especially the time spent with family and friends. و مخصوصاً especially میشه مخصوصاً the time زمانی که spent گذشته فعل spend به معنای وقت گذراندن هست. البته وقتی که همراه time میاد میتونه spend همراه money بیاد. درسته؟ اون موقع چی میشه؟ اون موقع میشه پول خرج کردن. پس دقت کنید با چه کلمه ای اومده طبق همون توی فارسی هم معنا میده. پس اینجا میشه وقت گذروندن. مخصوصاً وقت گذروندن with family با خانواده and friends و دوستان. One of the things I love most about Christmas is decorating the house. One of the things I love most about Christmas is decorating the house. One of the things I love most about Christmas is decorating the house. One of وقتی میگید one of یه چیزی یعنی یکی از اون چیزا. میگه چی؟ میگه یکی از چیزهایی که things میشه چیزها. درسته؟ I love most من بیشترین علاقه رو بهش دارم یعنی بیشتر عاشقشم about Christmas در مورد کریسمس هست is decorating همون دکور کردن یا تزیین کردن the house تزیین کردنهای خونه است. My family and I put up a Christmas tree in our living room. My family and I put up a Christmas tree in our living room. My family and I put up a Christmas tree in our living room. My family and I یعنی خانوادم و من. توی چند تا انیمیشن قبلتر اشاره کرده بودم به این بخش گرامری ولی اینجا هم برای دوستان عزیزی که اون انیمیشن رو ندیدن خیلی خلاصه و مفید دوباره توضیح میدم. هر وقت خواستید از این ساختار توی زبان انگلیسی استفاده کنید مثل من و خانوادم، من و دوستام، من و بابام. درسته؟ توی فارسی معمولا خیلی راحت همه ساختار رو داریم. یعنی من اول میاد درست ترش البته من اول میاد بعد شخص دوم. توی انگلیسی 2 تا ساختار براش داریم. اگر میخوای خودتو اول بگی باید بگی می یعنی از آی استفاده نمیتونی بکنی. اینجا باید میگفت می and my family. اگر بخوای خودت رو دوم بگی اون موقع میتونی از I استفاده کنی مثل داستانمون my family and I. درست شد؟ یه مثال کوچولوی دیگه براتون بزنم. مثلا من میخوام بگم من و بابام میگم my father and I. حالا اگه بخوام خودم اول بگم میشه me and my father. خیلی دقت کنید به این ساختار تا به اشتباه جا به جا استفادهش نکنید. پس چی شد دیالوگمون؟ میگه خانوادم و من put up. put با up که میاد به معنای بنا کردن میشه. علم کردن یک چیزی مثلا چادری، خیمه‌ای یا توی داستان ما درختی در واقع. پس شد ما درست میکنیم درخت کریسمس رو کریسمس تری که میشه درخت in our living room توی اتاق نشیمنمون. living room اتاق نشیمن. بچه فراموش نکنید که هر انیمیشن ما 3 تا بخش داره. درسته؟ بخش اول که دوبار براتون تکرار میکنم و ترجمه میکنم و نکات گرامری و کلماتش رو بهتون میگم. بخش دوم
به چند تا از کلمات مفید داستان اشاره میکنیم با ترجمه انگلیسی و البته یه مثال کاربردی دیگه و در نهایت توی بخش سومم کل انیمیشن رو بدون ترجمه براتون میذارم. پس اگه میخواد واقعا برای مکالمتون این انیمیشن تاثیرگذار باشه باید حتما 3 تا بخشش رو از دست ندید. و تنها توقع من برای تمام این انیمیشن 1 لایک و 1 کامنت هست که امیدوارم اونم ازم دریغ نکنید. خب بریم ادامه انیمیشن. We spend an entire evening hanging colorful ornaments. We spend an entire evening hanging colorful ornaments. We spend an entire evening hanging colorful ornaments. spend رو قبلا جلوتر بهتون گفتم به معنای گذروندن میشه، درسته؟ میگه ما میگذرونیم an entire evening. entire میشه تمام، کل شبمون رو. evening معمولا به عصر غروب اشاره میشه و حالا به شب هم گفته میشه. کل شب و entire evening hanging colorful. کل شب و میگذرونیم به آویزون کردن. hanging means آویزان کردن، درسته؟ hanging colorful رنگارنگ. ornaments میشه تزیینات. پس کل شبمون رو میگذرونیم به آویزون کردن تزیینات رنگی رنگی. Up twinkling lights and placing a star on top of the tree. Bringing up twinkling lights and placing a star on top of the tree. Stringing up twinkling lights and placing a star on top of the tree. Stringing up در واقع مترادف همون کلمه hanging آویزون کردن میشه، ولی stringing بیشتر اشاره داره به چیزی که با نخ سر و کار داشته باشه، با ریسمان، طناب حتی. Twinkle میشه چشمک زن. Twinkling lights چراغ‌های چشمک زن رو آویزون می‌کنیم. and placing و در place به معنای قرار دادن. placing در واقع قرار دادن یک ستاره a star on top of. top of means بالای کجا؟ the tree بالای درخت. The tree looks beautiful. The tree looks beautiful. The tree looks beautiful. looks به نظر رسیدن میشه، یه چیزی در واقع دیده شدن. میگه درخت قشنگ به نظر میرسه. And it fills the house with a warm and cozy feeling. And it fills the house with a warm and cozy feeling. And it fills the house with a warm and cozy feeling. fills به معنای پر کردن میشه. البته فیلی که با آی نوشته میشه، فیل اولی در واقع. و فیلی که آخر متن ما اومده اون میشه احساس، با اونی که با دبل ای نوشته میشه. And it fills و اون پر میکنه the house خونه رو with a warm and cozy feeling. cozy به معنی دنج، یه جای گرم و دلنشین رو میگن کوزی. شاید توی این بلاگرای اینستاگرام خیلی این کلمه رو شنیده باشید که میگن my house I like a cozy house، یعنی من یک خونه دنج دوست دارم. یا مثلا یکی میگه this is my cozy corner، این گوشه دنج خونه منه، درسته؟ پس در کل شد اون خونه رو پر میکنه، پر از احساس گرمی و البته اونو دنج میکنه. We also decorate the rest of the house with Christmas wreaths, candles and stockings. We also decorate the rest of the house with Christmas wreaths, candles and stockings. We also decorate the rest of the house with Christmas wreath, candles and stockings. We also ما همچنین decorate یعنی تزیین میکنیم the rest of the house بقیه خونه رو. rest of یه چیزی میشه بقیه اون چیز، مثل rest of the book بقیه کتاب، rest of the food بقیه غذا. اینجا هم بوده house بقیه خونه رو هم تزیین میکنیم با چی؟ with Christmas wreath. دقت کنید به تلفظش، wreath به معنای تاج گل. همین تاج گلی که ممکنه حتی ما گردن قهرمانا میندازیم یا توی این تابلو میبینید که از بالای شومینه آویزون شده، بهش میگن wreath.
candles شمع که جمع بسته شده شمعها and stockings stocking در واقع مترادف همون socks به معنای جوراب هست ولی یه فرق کوچولو داره ساکس معمولاً به این جورابای معمولی هستش که ما استفاده میکنیم برای روزمرگی های خودمون ولی stocking به جورابای ساق بلند میگن I love helping my mom hang the stockings by the fireplace. I love helping my mom hang the stockings by the fireplace. I love helping my mom hanging the stockings by the fireplace. من عاشق helping my mom عاشق کمک کردن به مادرم هستم. یادتون باشه هر وقت میخواید از like و یا love استفاده کنید و یه کاری رو بعدش بخواید اشاره کنید حتما باید اون فعلتون ing دار باشه. مثلا I like مثل اینجا I like helping I like reading یا مثلا I love watching TV درست شد؟ پس دقت کنید که حتما بعد از این دوتا باید فعلتون ing داشته باشه. اینجا میگه من عاشق کمک کردن به مامانم هستم که چیکار کنیم؟ hanging the stockings آویزون کنیم جوراب ها رو by the fireplace fireplace همون شومینه خودمون میشه by هم به معنای کناره یا next to کناره بغله پس آویزون کنیم جوراب ها رو کنار شومینه Another thing I enjoy during Christmas is the music. Another thing I enjoy during Christmas is the music. Another thing I enjoy during Christmas is the music. یه چیز دیگه another میشه دیگه thing هم که قبلا گفتم به معنی یه چیز میشه یه چیز دیگه ای که I enjoy من لذت میبرم during در طول در مدت در واقع Christmas is the music هست موسیقی Everywhere you go, you can hear Christmas carols playing. Everywhere you go, you can hear Christmas carols playing. Everywhere you go, you can hear Christmas carols playing. Everywhere. هر جا you go, هر جا که بری, you can hear, تو میتونی بشنوی Christmas carols. Carol یعنی سرود, یعنی نغمه. و وقتی هم که بحث موسیقی باشه با play به معنای پخش شدن هست میگه هر جا که بری میتونی بشنوی سرودای کریسمس داره پخش میشه At home, we play our favorite Christmas songs while baking cookies or wrapping presents. At home, we play our favorite Christmas songs while baking cookies or wrapping presents. At home we play our favorite Christmas songs while baking cookies or wrapping presents. At home خیلی صدای تشم واضح نگید. At home توی خونه we play ما پخش میکنیم our favorite Christmas songs آهنگای مورد علاقه کریسمسیمون رو while در حالی که baking cookies در حالی که داریم کلوچه میپزیم or یا wrapping wrap به معنای کادو پیچ کردن در واقع میشه به معنای پیچیدن هر چیزی پیچیدنش رو میگن wrap اینجا میگه wrapping presents presents میشه کادو هدیه یه نکته رو در مورد while بهتون بگم while برای زمان استفاده میشه که دوتا کار همزمان داره اتفاق میفته اینجا چی بوده؟ اینجا گوش کردن به آهنگ کریسمسی همزمان بوده با پختن کلوچه ها که البته برای نون، کلوچه، بیسکویت از کلمه کوک استفاده نمیشه از کلمه بیک استفاده میشه مثل نمونه انیمیشنمون بیکینگ کوکیز پس این دوتا اتفاق همزمان بوده و حتما هم فعل بعد از while باید با فرم و یا شکل ing بیاد مثل دوباره همینجا while baking wrapping درسته یه مثال دیگه من با while براتون بزنم while reading a book she drank coffee یعنی در زمانی که کتاب میخوند اون قهوه نوشید
drank گذشته فعل drink به معنای نوشیدن. یا مثلا he listens to music while studying. اون گوش میده به موسیقی زمانی که درس میخونه. دقت کردید؟ چه while اول جمله بیاد چه وسط جمله بیاد فعل بعدش باید ing داشته باشه. The music is cheerful and makes me feel even more excited about the holiday. The music is cheerful and makes me feel even more excited about the holiday. The music is cheerful and makes me feel even more excited about the holiday. The music is cheerful. Cheerful در واقع میشه شاد. میتونیم بگیم سینونیم happy هم هست. میگه موسیقی شاده. And makes me و باعث میشه که من وقتی که make رو در واقع با یه کاری استفاده میکنید یعنی اون کار رو باعث شدن و باعث میشه که من چی بشم؟ Feel even more excited. Even more میشه حتی بیشتر. Excited هم که میشه هیجان زده. میگه باعث میشه که من حتی بیشتر هیجان زده بشم. About اینجا در واقع میشه for. میشه برای. Holiday هم که میشه تعطیلات. پس در کل چی شد؟ میگه موسیقی شاد هست و منو حتی بیشتر از قبل برای تعطیلات هیجان زده میکنه. هر چیزی رو که شما دوست دارید با حتی بیشتر از قبل در واقع استفاده کنید میتونید توی انگلیسی از even more استفاده کنید. مثلا من میگم I like ice cream. من بستنی دوست دارم. But I like chocolate ice cream even more. ولی من بستنی شکلاتی رو حتی بیشتر دوست دارم. یا میتونم بگم she's nice. اون خانم یا اون دختر خوبیه. And her smile makes her even more beautiful. و خندش اونو حتی خوشگل‌ترم میکنه. درست شد؟ پس even more رو حتما تو مکالماتتون استفاده کنید. خیلی قشنگه. My mom and I always bake a batch of Christmas cookies together. My mom and I always bake a batch of Christmas cookies together. My mom and I always bake a batch of Christmas cookies together. My mom and I یادتونه جلوتر توضیح دادم ساختارشون رو. من و مامانم always همیشه bake میپزیم a batch of. batch در کل به یک دسته میگن به یک گروه یک چیزی مخصوصاً برای شیرینی پزی و نون پزی به اون مقدار خمیری که گفته میشه که توی یک مرتبه پخت میشه. مثل اینجا میگه من و مامانم همیشه میپزیم یک دسته چی؟ کریسمس کوکیز. کلوچه های کریسمسی رو together با هم دیگه. The smell of freshly baked cookies fills the kitchen. The smell of freshly baked cookies fills the kitchen. The smell of freshly baked cookies fills the kitchen. Smell میشه بو. The smell of بوی freshly baked cookies. کلوچه های freshly به تازگی یا تازه baked پخته شده. پس بوی کلوچه های تازه پخته شده fills the kitchen. آشپزخونه رو پر میکنه. And it's hard to wait until they're cool enough to eat. And it's hard to wait until they're cool enough to eat. And it's hard to wait until they're cool enough to eat. And it is hard که خلاصه شده it's hard و سخته و مشکله که چیکار کنیم to wait که صبر کنیم until تا they're cool enough. cool به معنای خنک. enough هم میشه به اندازه کافی. تا صبر کنیم که اونا به اندازه کافی خنک بشن to eat برای خوردن. بچه ها به کاربرد enough اینجا دقت کردید؟ ببین چقدر قشنگ گفته به اندازه کافی رو. شما میتونید به اندازه کافی رو اینجوری استفاده کنید. مثلا من میگم the room is big enough.
ببینید با یک صفت همراه با enough به معنای اینکه اون چیز این صفت رو به اندازه کافی حالا یا داره یا نداره. مثلا من میگم اینجا این اتاق به اندازه کافی بزرگ هست که که fit everyone که همه توش جا بشن. یا اگر بخوام یک مثال منفی بزنم مثلا میتونم بگم You're not old enough to go out alone. تو به اندازه کافی بزرگ نیستی یا هنوز بزرگ نشدی که بخوای تنهایی بری بیرون. پس اینجوری میشه شما به اندازه کافی اون صفت رو قبلش بیارید و جمله قشنگتون رو بسازید. On Christmas Eve, my family has a special dinner. On Christmas Eve, my family has a special dinner. On Christmas Eve, my family has a special dinner. Eve در واقع خلاصه شده یک کلمه evening به معنای شب هست و معمولاً به شب قبل از یک رویداد مهم و یک حادثه مهم اشاره میکنه. مثل متن خودمون on Christmas Eve یعنی شب قبل از کریسمس. ما میتونیم بگیم on New Year's Eve یعنی شب قبل از سال جدید. My family خانواده من has a special dinner شام مخصوص دارن. special مخصوص و dinner هم شام. مثل خودمون ما هم سبزی پلو با ماهی داریم شب عیدمون، درسته؟ اینها هم حتما یک شام مخصوصی دارن برای شب البته قبل از عیدشون. We prepare a big meal with all our favorite dishes. We prepare a big meal with all our favorite dishes. We prepare a big meal with all our favorite dishes. We prepare یعنی ما آماده می کنیم. Prepare به معنی آماده کردن. A big meal. Meal میشه غذا. به وعده غذایی در واقع گفته میشه. همون breakfast, lunch, dinner اینا وعده های غذایی هستن. با بیگ وقتی همراه شد نه اینکه غذای بزرگ بلکه غذای مفصل. میگه ما یک غذای مفصل آماده میکنیم. With all با تمام our favorite dishes. Dishes یعنی غذاها. در واقع علاوه بر ظرف ها dishes معنای غذا رو هم داره. با تمام غذاهای مورد علاقمون. Roast chicken, mashed potatoes, vegetables, and of course, dessert. Roast chicken, mashed potatoes, vegetables, and of course, dessert. Roast chicken, mashed potatoes, vegetables, and of course dessert. Roast chicken یعنی مرغ بریون یا بریان. مرغ بریون. mashed potatoes پوره سیب زمینی. mashed در واقع اشاره میکنه به کلمه له کردن که با سیب زمینی میشه پوره سیب زمینی. vegetables سبزیجات. and of course و البته dessert به معنای دسر. After dinner, we gather around the Christmas tree to exchange gifts. After dinner, we gather around the Christmas tree to exchange gifts. After dinner, we gather around the Christmas tree to exchange gifts. After dinner, بعد از شام, we gather یعنی ما جمع میشیم around the Christmas tree دور درخت کریسمس to exchange تا رد و بدل کنیم gifts هدیه ها رو. Giving and receiving gifts is a fun part of Christmas. Giving and receiving gifts is a fun part of Christmas. Giving and receiving gifts is a fun part of Christmas. Giving دادن and receiving و گرفتن gift هدیه ها is a fun part بخش باحال of Christmas بخش باحال کریسمسه. It's a way to show love and appreciation for the people who mean the most to us. It's a way to show love and appreciation for the people who mean the most to us. It's a way
to show love and appreciation for the people who mean the most to us. It is یا it's a way یعنی این راهی هست to show تا نشون بدیم love عشق and appreciation و قدردانی و تشکر رو for the people به کسانی که who میشه که در واقع mean the most mean اینجا به معنای important به معنای مهم هست mean the most یعنی مهمترین هستند to us برای ما Christmas Day itself is filled with happiness and laughter. Christmas Day itself is filled with happiness and laughter. Christmas Day itself is filled with happiness and laughter. میگه روز کریسمس Christmas Day itself یعنی خودش is filled پر هست از happiness خوشحالی and laughter و خنده In the morning, خیلی ساده in the morning یعنی صبح my brother and I wake up early and rush to see what Santa has left in our stockings. My brother and I wake up early and rush to see what Santa has left in our stockings. My brother and I wake up early and rush to see what Santa has left in our stockings. My brother and I من و برادرم wake up early زود بیدار میشیم and rush و در واقع میدویم با عجله دویدن رو میگن rush در واقع سینونیم همون run میشه to see که ببینیم what Santa در واقع همون بابا نوئل هست که بابا نوئل what چه چیزی رو has left میشه put میشه گذاشته است in our stockings توی جورابای ساق بلندمون We open our gifts, and then we spend the day relaxing. We open our gifts, and then we spend the day relaxing. We open our gifts and then we spend the day relaxing. ما باز میکنیم we open our gifts هدیه هامون رو and then و بعدش we spend the day و بعدش روز رو میگذرونیم چیکار؟ در حال relaxing استراحت و بعدش تمام روز رو در واقع میخواد به یه استراحت میکنیم Playing games and enjoying each other's company. Playing games and enjoying each other's company. Playing games and enjoying each other's company. در ادامه جمله قبلی که میگفت بقیه روز رو میگذرونیم به relaxing حالا اینجا ادامهش playing games بازی کردن and enjoying و لذت بردن از چی؟ از each other's company از همنشینی با یکدیگه company میشه همنشینی همصحبتی در واقع I love Christmas so much is because it brings people together. I love Christmas so much is because it brings people together. I love Christmas so much is because it brings people together. I like Christmas. I love در واقع. من عاشق کریسمس هستم so much. خیلی is because به خاطر اینکه it brings یعنی آوردن people together کنار همدیگه در واقع میخواد بگه من کریسمس رو خیلی دوست دارم چون که آدما رو میاره کنار همدیگه خب دوستای عزیز رسیدیم به بخش دوم ویدیو به این کلمات جدید که با معنای انگلیسی براتون آماده شده و البته مثال کاربردی خوب دقت کنید Decorations. The activity of making something look more attractive. Decorations. The activity of making something look more attractive. Decoration یعنی چی؟ The activity یعنی فعالیتی که of making فعالیتی که باعث میشه something یک چیزی look به نظر برسه یا دیده بشه more attractive جذابتر
by putting things on it or around it. By putting things on it or around it. با قرار دادن things چیزها on it روش or یا around it اطرافش. Example. He's good at cake decoration. Example برای مثال he's good at cake decoration. اون در تزیین کردن کیک good خوبه. 2. Hanging. A large piece of cloth, often with a picture on it. Hanging. A large piece of cloth often with a picture on it. A large piece یعنی یک تیکه بزرگ of cloth یک تیکه بزرگ پارچه often معمولاً یا اغلب with a picture on it با یک تصویر یا یک عکسی روی اون. That is hung on a wall for decoration. That is hung on a wall for decoration. hung گذشته فعل hang به معنای آویزون کردن هست. میگه که آویزون میشه روی دیوار برای تزیینات. اینجا hanging رو به معنای آویز داره ترجمه میکنه. نه فعل آویزان کردن. درست شد؟ The walls and floors were decorated with Indian rugs and hangings. The walls and floors were decorated with Indian rugs and hangings. The walls, دیوارها, and floors و زمین were decorated, تزیین شده بودند with Indian rugs با گلیمای هندی and hangings و آویزهای هندی. Stringing up. To tie or fix the ends of a long thin object to Stringing up. To tie or fix the ends of a long thin object. To tie یعنی گره زدن، بستن. بستن or fix یا فیکس کردن به معنای ثابت کردن یک چیزی. The end of a long thin object. انتهای یک چیز بلند و باریک. long میشه بلند، thin یعنی باریک. object هم میشه در واقع یک شی یا یک چیز. to 2 points that are high up, allowing the rest of it to hang freely. To 2 points that are high up, allowing the rest of it to hang freely. به 2 تا نقطه. Points یعنی نقطه. به 2 تا نقطه that are که هستند اون 2 تا نقطه high up یعنی بالا. Allowing در حالی که در واقع rest of it در حالی که بقیهش hang freely آزادانه رها هست. Let's string up a banner at the front of the house to welcome him home. Let's string up a banner at the front of the house to welcome him home. بیا یک بنر آویزون کنیم. Let's string up a banner, right? بیا یک بنر آویزون کنیم at the front of the house جلوی خونه to welcome him home که برگشتش به خونه رو بهش خوش آمد بگیم. Wreaths. An arrangement of flowers and leaves in a circular shape. Wreaths. An arrangement of flowers and leaves in a circular shape. An arrangement مثل تزیینات در واقع. تزیین کردن flowers گلها and leaves و برگها in a circular shape به حالت گرد. Used as a decoration. Used as a decoration که استفاده میشه از به عنوان دکوراسیون. The bride wore a veil with a wreath of silk flowers. The bride wore a veil with a wreath of silk flowers. The bride عروس خانوم wore گذشته فعل wear به معنای اینکه پوشید a veil. veil یعنی حجاب. یعنی در واقع مثل همون شال خودمون. نه منظور اون حجابی که مسلمان انجام میدن. With a wreath با یک حلقه از گلهای silk ابریشمی. Fireplace. A space in the wall of a room for a fire to burn in. Fireplace. A space in the wall of a room for a fire to burn in.
A space یعنی یک جا، یک مکانی in the wall توی دیوار of a room توی دیوار یک اتاق for a fire برای آتیش to burn in که اونجا بسوزه. Or the decorated part that surrounds the space. Or the decorated part that surrounds this space یا اون قسمت decorated تزیین شده that که surrounded احاطه کرده this space احاطه کرده اطراف این مکان رو. 6. Carols. A happy or religious song. Carol, a happy or religious song. سرود میشه یک شعر song یک شعر happy یک شعر شاد or religious یا مذهبی. Usually one sung at Christmas. Usually one song at Christmas. معمولاً one اینجا یعنی یک نفر یک شخصی song گذشته فعل sing به معنای خواندن اون رو میخونه at Christmas در روز کریسمس. Example. A carol concert. Example برای مثال a carol concert یعنی کنسرت شعر یا سرود. Wrapping. Paper or plastic that covers or protects something. Wrapping, paper or plastic that covers or protects something. Paper, کاغذ or plastic یا پلاستیکی که that covers میپوشونه or protects یا محافظت میکنه as something از یه چیزی. The new chairs were covered in protective plastic wrappings. The new chairs were covered in protective plastic wrappings. میگه صندلی‌های جدید were covered پوشیده شده بودند با چی؟ Protective plastic wrapping. با بسته‌بندی‌های پلاستیکی محافظ. Eve. The day or period before an important event. Eve. The day or period before an important event. The day روز or period یا زمانی before قبل از an important قبل از یک اتفاق میشه event یا واقعه important مهم. Example. Where did you spend Christmas Eve? Where did you spend Christmas Eve? شب کریسمس رو تو کجا گذروندی؟ Gather. When people or animals gather. Gather. When people or animals gather وقتی که آدما یا حیوانات دور هم جمع میشن They come together in a group. They come together in a group یعنی اونها میان کنار همدیگه در یک جمعی در یک گروهی. Gather round, children, and I'll tell you a story. Gather around children and I'll tell you a story. بچه ها دور هم جمع شید من براتون قصه تعریف میکنم. Exchange. The act of giving something to someone and Exchange. The act of giving something to someone. The act عمل giving something عمل دادن یک چیزی to someone به یک کسی them giving you something else. and them giving you something else و اونا بدن به تو یه چیز دیگه میشه رد و بدل کردن یا exchange. Example. An exchange of ideas. Example برای مثال an exchange of ideas یعنی رد و بدل کردن ایده ها. Appreciation. The act of recognizing someone's worth as Appreciation. The act of recognizing someone's worth. The act دوباره میشه عمل recognizing تشخیص someone's worth ارزش یک کسی a person or showing that you are grateful for something that person has done. as a person or showing that you are grateful for something that person has done.
as a person به عنوان یک شخص or showing یا نشان دادن that you're grateful که شما خوشحال هستید for something برای یک چیزی که that person اون شخص has done انجام داده. پس این میشه قدردانی کردن appreciation. These flowers are a token of my appreciation for all your help. These flowers are a token of my appreciation for all your help. این گلها هستند token نشانه my appreciation نشانه قدردانی من for all your help برای تمام کمک هات. Santa. The imaginary old man with long white hair Santa, the imaginary old man with long white hair. The imaginary تخیلی یک پیرمرد تخیلی with long white hair با موهای بلند سفید and a beard and a red coat who is believed by children to bring them presents at Christmas. and a beard and a red coat who is believed by children to bring them presents at Christmas. با a beard با یک ریش and a red coat و یک کت قرمز who is believed by children که بچه ها در واقع اعتقاد دارن یا فکر میکنن bring them براشون میاره presents هدیه ها رو at Christmas در کریسمس. Go to sleep quickly or Santa Claus won't come. Go to sleep quickly or Santa Claus won't come. برو سریع بخواب go to sleep quickly وگرنه Santa Claus بابا نوئل won't come نمیاد. My favorite festival is Christmas. My favorite festival is Christmas. I love everything about it. The decorations, the music, the food. I love everything about it. The decorations, the music, the food. And especially the time spent with family and friends. And especially the time spent with family and friends. One of the things I love most about Christmas is decorating the house. One of the things I love most about Christmas is decorating the house. My family and I put up a Christmas tree in our living room. My family and I put up a Christmas tree in our living room. We spend an entire evening hanging colorful ornaments. We spend an entire evening hanging colorful ornaments, stringing up twinkling lights, and placing a star on top of the tree. Stringing up twinkling lights, and placing a star on top of the tree. The tree looks beautiful, and it fills the house with a warm and cozy feeling. The tree looks beautiful, and it fills the house with a warm and cozy feeling. We also decorate the rest of the house with Christmas wreaths, candles, and stockings. We also decorate the rest of the house with Christmas wreaths, candles, and stockings. I love helping my mom hang the stockings by the fireplace. I love helping my mom hang the stockings by the fireplace. Another thing I enjoy during Christmas is the music. Another thing I enjoy during Christmas is the music. Everywhere you go, you can hear Christmas carols playing. At home, we play our favorite Christmas songs while baking cookies or wrapping presents. At home, we play our favorite Christmas songs while baking cookies or wrapping presents. The music is cheerful and makes me feel even more excited about the holiday. The music is cheerful and makes me feel even more excited about the holiday. My mom and I always bake a batch of Christmas cookies together. My mom and I always bake a batch of Christmas cookies together.
The smell of freshly baked cookies fills the kitchen. The smell of freshly baked cookies fills the kitchen. And it's hard to wait until they're cool enough to eat. And it's hard to wait until they're cool enough to eat. On Christmas Eve, my family has a special dinner. On Christmas Eve, my family has a special dinner. We prepare a big meal with all our favorite dishes. We prepare a big meal with all our favorite dishes. Roast chicken, mashed potatoes, vegetables, and of course, dessert. Roast chicken, mashed potatoes, vegetables, and of course, dessert. After dinner, we gather around the Christmas tree to exchange gifts. After dinner, we gather around the Christmas tree to exchange gifts. Giving and receiving gifts is a fun part of Christmas. Giving and receiving gifts is a fun part of Christmas. It's a way to show love and appreciation for the people who mean the most to us. It's a way to show love and appreciation for the people who mean the most to us. Christmas Day itself is filled with happiness and laughter. Christmas Day itself is filled with happiness and laughter. In the morning, my brother and I wake up early and rush to see what Santa has left in our stockings. My brother and I wake up early and rush to see what Santa has left in our stockings. We open our gifts, and then we spend the day relaxing. We open our gifts, and then we spend the day relaxing, playing games and enjoying each other's company. Playing games and enjoying each other's company. I love Christmas so much is because it brings people together. I love Christmas so much is because it brings people together.